سلام بچه، چطورین؟ من آریم انصار اسلام. خوش اومدین به ویدیوی دیگه. بچه خوش اومدید. شما که الان فیس من نمیبینید خدا رو شکر، ولی خب میریم جلوتر میبینید بالاخره فیس منو. بچه ها، توی این ویدیو اومدم بهتون چند چیز جدید بگم، یعنی اطلاعات جدیدی که درباره من احضار شده. یکیش بچه ها فیس ریویلمونه، یه خبری هم آخر سر میذارم چون که الان صلاح نمیدونم بذارمش. بچه دیگه چه خبر؟ لایک کردی؟ ساب کردی؟ بی معرفت کامنت گذاشتی؟ هی آره دیگه بچه ها، الان هم فیس ریویل میکنم در 3 2 1. سلام بچه، چطوری؟ من آریم هستم. خوش میدونی ویدیو دیگه باشه. سرمان خوردم اصلا، حال و حوصله ندارم. بچه دیگه منو که بچه های قدیمی میشناسن 100، ولی خب دیگه 40 درجه با اون قبلا من فرق کردم، یعنی ندی 180 درجه فرق کردم. بچه خبره رو بهتره همه الانا بگم. بچه میدونین که چنل من هک شده و براتون یه پست گذاشته بودم بخش کامیونیتی که دیدید فکر کنم. بچه خبر آخری که میخوام بگم دیگه خداحافظی من از یوتیوب هستش. دیگه من هیچ وقت به عنوان آریا مستر نیستم به داخل یوتیوب. تموم شد کار آریا مستر. یه سری مشکلات برامون پیش اومد دیگه. کلا یه سری مشکلات این توی یه سال پیش اومد، توی این چند ماه پیش اومد، به جدایی از مثلا هک شدن چنلمون. و بچه حالا دیگه یه خدافزی من بودش از اینکه بگیم دیگه نمیایم تو یوتیوب. فیلم شد دیگه. من دیگه چیزی ندارم برای ارائه محتوایی. محتوا دارم، اونم من به شما نمیگم. تازه اون یه مخفیه، به هیچکی، به هیچ بنی هاشمی نمیگم اونا، نترسید. میخوام بهتون بگم فقط یه پروژه ادیتوریه که 100 ایرانیا نمیشناسن الان چنلمو، ولی همین دیگه. یعنی بچه دیگه 2 سال نیمی فکر کنم تو یوتیوب بودیم ما، و کلا از یه سالشو که نبودم کلا، یعنی نیمش هم که بودیم دیگه. چون بچه کارهای من داشتم، الانم کارام تازه تموم شده، ولی دیگه بعد از این هک شدن پیج و این اتفاقایی که افتاد دیگه من دیگه نخواستم تو یوتیوب هیچ محتوایی بذارم. برای اینکه بچه من تنها کاری که بلدم گیمه. بعد توی این ایران با اینترنتش نمیشه ویدیو خیلی خوب آپلود کرد یا مثلا وارد گیم شد، نمیشه این کارا رو کرد. اما بچه ها در هر حال دمتون گرم که تو این 2 سال و نیم حداقل ما رو حداقل به 70 تایی رسوندین. دمتون گرم. اون پروژه هم گفتم بچه نمیتونم بهتون بگم، چون که اصلا اون پروژه کلا نامحسوسه، یعنی کلا به ایران ربطی نداره. یعنی اون پروژه کلا واسه ایالات متحده است. نه کلا اون چنل خارجیمه. خب دیگه نمیذارمش اون دیگه، چون مثلا بذارمش بیشتر ایرانیا جمع میشن ویدیو منو میبینم. میخوام که مثلا اونا ویدیو منو ببرن، اون ور آبی هم مثلا ویدیو منو ببینن. دمتون گرم که تو این 2 سال ما رو یعنی مثلا تو این 2 سال ما رو حمایت کردید. لطفا حالا برای این ویدیو هم یه لایک و ساب. راست دمتون گرم دیگه. بچه ها دیگه لایک و ساب و این چیزا بزنید دیگه. یعنی این 2 سال دیگه نکردید دیگه، یه روز حالا شده اون کار بکنید دیگه. بچه ها دیگه واقعا خداحافظ.